سلام به همه فارسی زبانهای دنیا. چه در افغانستان هستی، چه در ایران، چه تاجیکستان یا آلمان. اگر دنبال یاد گرفتن زبان آلمانی هستی ولی نمیدونی از کجا شروع کنی، یا سال هاست که آلمان زندگی میکنی ولی هنوز اعتماد به نفس نداری، این سری ویدیوها برای تو ساخته شده. ما اینجا یاد نمیگیریم که فقط امتحان بدیم. اینجا زبان آلمانی رو با زندگی یاد میگیریم، با قلبمون، با خاطره، با لذت. و مهمتر از همه، نه استاد میخوای، نه کلاس، نه پول. فقط 5 تا 10 کلمه یا فعل آلمانی در روز، با من کریم، با مثال، ترجمه و تلفظ. پس بزن بریم. امروز با 5 فعل ساده اما خیلی مهم شروع میکنیم. Sehen Hall, ich sehe. Du siehst, sieht, ich sah Ayanden. And now we have reached one of the most important and frequently used verbs in the German language, haben, which means to have. Even if you don't know any other verb, but you know haben, you can construct half of your sentences. This verb is everywhere, in introducing yourself, in talking about your memories, or even when you're in pain. So listen carefully and make sure to note down the Persian translations too, because these are sentences you need to memorize. Zamanhal presents. Ich habe ein Buch. Man یک کتاب دارم. Du hast eine Frage. Tu یک سوال داری. Wir haben keine Zeit. ما وقت نداریم. Zaman گذشته. Präteritum. Ich hatte gestern Kopfschmerzen. Man دیروز سردرد داشتم. Sie hatte kein Geld. او پولی نداشت. Wir hatten Angst. ما ترسیده بودیم. Zaman آینده. Future I. Ich werde morgen mehr Zeit haben. Man فردا وقت بیشتری خواهم داشت. Du wirst bald viele Freunde haben. تو به زودی دوستان زیادی خواهی داشت. اینا رو باید چندین بار تکرار کنی. نه فقط توی سرت، بلکه بلند بگو، بنویس و توی خاطرهات بذار. مثلا بنویس: امروز من فقط یک جمله یاد گرفتم، ولی همون جمله کمکم میکنه حرف بزنم. Ich habe ein Ziel. من یک هدف دارم. و یادت نره، زبان مثل دوچرخه سواریه. اگه فقط نگاهش کنی، هیچ وقت یاد نمیگیری. باید سوارش بشی، اشتباه کنی، بیفتی، ولی ادامه بدی. پس این فعل رو دست کم نگیر. haben کلید خیلی از جمله های مهمه. اگه امروز فقط همین یک فعل رو حفظ کنی، تو یک قدم به آلمانی صحبت کردن نزدیکتر شدی. پس بنویس، بگو، تکرار کن و تا فردا آماده فعل های بعدی باش. دیدی چقدر ساده بود؟ فقط در چند دقیقه 5 فعل یاد گرفتی با زمانهای مختلف و کاربردشون. اگه تا اینجا همراه بودی، بدون تو فرق داری. تو واقعا میخوای چیزی یاد بگیری. پس همین الان سابسکرایب کن. هر روز با من بیا تا قدم به قدم آلمانی رو بدون فشار یاد بگیریم. و بنویس برام تو کجای دنیا هستی و چرا میخوای آلمانی یاد بگیری. منتظر کامنتت هستم. تا فردا با 5 واژه جدید و واقعی.